یکی از دلایلی که این روزا مردم ایران فکر میکنن مردم افغانستان دشمنشونن همین کلیپه. آقا بذارید بهتون بگم دقیقاً اصلا جریان این کلیپ چیه. ایران از عراق ضربه نمیخوره، از سوریه هم ضربه نمیخوره، از اسرائیل و آمریکا هم ضربه مهمی نمیخوره. فقط یک دونه خطری بسیار جدی وجود داره که من خودم حدس میزنم که ایران از طرف افغانستان ضربه مهلک رو دریافت خواهد کرد. از طرف افغانستان تنها طالبان نیست، 12 گروه مسلح آدمکشی عجیب الغریب تروریست اونجا هستن. اونا مثل مور و ملخ از کوه و صحرا سرازیر میشه. کل شرق ایران همین سنی ها و همین طالبان هم دیگه، خب که اگر طالبان بیاین اینا همراه میشن بلوچا. تو همین چند هفته اخیر حداقل روزی چند هزار نفر این کلیپ رو برای من فرستادن. میگن آقا ببین از خودشون رهبراشون نمایندهشونه داره میگه ما مردم افغانستان خطرناکتر از اسرائیل و آمریکاییم، برای شما قرار شما رو زمینی بریزیم نابود کنیم. خب پس ما حق داریم. اینا خودشون دارن میگن ما هم باید با همین وضع احساس خطر کردن، اگه بیرونشون نکنیم شب بمب میذارن، خونه زندگی ما میره هوا، هر جوری هست باید بیرونشون کنیم. مردم ایران، هموطنای عزیز من، این شخص نماینده مردم افغانستان نیست. این اسمش علی محقق نسبه، توی فرانسه زندگی میکنه و دنبال تجزیه طلبی برای افغانستانه. این صحبت‌هاش هم یه صحبت 40 دقیقه‌ایه و توی صحبت‌هاش ایران رو مخاطب قرار داده و داره از ایران میخواد. ایران رو داره میترسونه یه جورایی. میگه اگه من نیام یه حکومت مستقل تشکیل ندم، شما به هم کمک نکنید، بخشی از افغانستان رو برای خودم نکنم، ما بین شما و حکومت فعلی افغانستان یک کشور نسازم و قرار نگیرم، مردم افغانستان میان شما رو میکشن، اونا با شما دشمنن. برای اینکه بخواد خودشو خوب جلوه بده و محق نشون بده داره مردم افغانستان رو خراب میکنه. میگه میان با کمک بلوچ ها ایران رو خراب میکنن. بلوچ هایی که توی این 12 روز نشون دادن وطن پرست ترین ایرانی قوم بلوچن، کوچکترین لغزشی نداشتن، پشت کشورشون رو خالی نکردن. من میگم که اگر ایران باهوش باشه الان باید به قضیه تجزیه افغانستان جدی بچسبه. افغانستان باید تجزیه شود. یه نادان یه سنگ رو میندازه تو چاه، 100 تا عاقل هم نمیتونن درش بیارن. الان حرفای این بنده خدا باعث ایجاد تشنج توی ایران شده، کلیپاش داره دست به دست میشه، مردم ایران هم ترسیدن، فکر میکنن هر لحظه ممکنه زمینی از سمت افغانستان به ایران حمله بشه. به خاطر همین هجوم آوردن سمت اینکه مردم افغانستان رو به هر طریق غیر انسانی هم که شده از کشور خارج بکنن.